بخش بونداینامیک. خب بچه‌ها این یکی از بخشاییه که من خودم خیلی دوستش دارم. برای اینکه بهتون نشون بدم این بونداینامیک چیه، میایم اینجا از یکی از کاراکترهای خودمون استفاده میکنیم، یعنی میاریمش که بهتون نشون بدم چی هست. کدومتون داینامیک داره؟ من دارم آقای کاچادو. فریبرز کو؟ فریبرز رو میاریم اینجا. بچه میخوام بهتون بگم بونداینامیک چیه. از اینجا به اینجا و اینم اینجا. خب این تکون خوردن رو دیدین؟ این خودش داره تکون میخوره، من دست نزدم. به این میگن بونداینامیک. حالا ما میخواییم بسازیم. آقای فرید من چرا اینقدر چوچولو هم آقای کاچادو؟ حرف نزن. باشه. خب بونداینامیک چطوری درست میشه؟ میریم روی لایه سر رو راست کلیک میکنیم و تبدیلش میکنیم به بون. کانورت تو بون. این که تبدیل به استخون شد، میایم اینجا یه استخون مادر میگید. پدر اون با خفه شو دارم یاد میدم. استخون پدر میکشیم اینجا و به هر یکی از این شاخه ها یه استخون میدیم. اینطوری. و همچنین اینا. حالا این استخونا رو انتخاب میکنیم و قدرت استخون رو صفر میکنیم و همه استخونا رو میدیم به این. با ریپرنت یعنی میسپاریمش دسته باقاشون. حالا این استخون انتخاب میکنیم و میریم روی لایه مو. این پوینت رو میدیم به این. رو همینم اینطوری. اینو میدیم به این و اینو میدیم به این و این یکی هم همینطور. حالا روی موهای این طرف این استخون این پوینت، این استخون این پوینت و این استخونم این پوینت. حالا اگه من اینو تکون بدم میبینید که هر کدوم به یه دونه. بس اینو چرا کم نکردید؟ یعنی خودم کمش میکنی. خب وقتی که این کار رو انجام دادین، این استخونا رو دوباره با هم میگیریم. از این بخش بون. آقا این سخته، بیا تو بخون. بون کنسترنت تن چی؟ منم بلد نیستم آقای کاچادو. خجالت بکش. ای بابا. خب نوشته بون کنسترنت، یه دونه اونو نمیتونید بخونید. تو بس اینجا چی کاره میای میخونی دیگه. خب اونا رو که انتخاب کردین این پنل رو باز میکنید. آخرین گزینه نوشته بوند داینامیک. کلیک میکنید و روشن میشه. از این بخش زمانی که قراره وایسه رو انتخاب میکنید. همیشه بذارید روی 3 یا 4. حالا من میخوام اینجا اینو تست کنم. یه لحظه. بله. خب کله رجب رو میخوام تکون بدیم. دیدید بچه ها چه جوری تکون خورد؟ حالا دیگه این شدت و ایناش همه دست خودتونه. یعنی برمیگردید دوباره رو سر، اینا رو انتخاب میکنی و قدرت و شدت دمپینگش رو تنظیم میکنی. مثلا من اینو میذارم رو 1، اینم میذارم رو 1. حالا که تکون بخوره کمتر شدت داره. و این بود از بوند داینامیک. و اینم یادتون باشه
هر جا دلتون بخواد میتونید بوند داینامیک بدید، مثل اینجا، اینجا، اینجای ریش، حتی دماغ، اینجا یا اینجا. آره، خلاصه که این بود از بوند داینامیک. بخش بعدی چیه؟ اکشن صورته. تو یاد میدی؟ احتمالا. خوب میکنی.